ذاکر عبدالکریم نایک در 18 اکتبر 1965 میلادی در بمبئی از شهرهای ایالات مهاراشترای هند به دنیا آمد. او تحصیلات پزشکی دارد و لیسانس پزشکی و جراحی را از دانشگاه بمبئی دریافت کرده است. در اثر موج جدید اسلامگرایی در قشر تحصیل کرده مسلمان در قرن 20، ذاکر نایک نیز مانند سید قطب و مودودی از حرفه اصلی خود فاصله گرفته و مبلغ اسلام شد. به نظر نمی رسد ذاکر نایک خود را به هیچ یک از فرقه های موجود نسبت دهد، چنانکه او تمامی فرقه ها را برای بازگشت به قرآن و سنت دعوت می کند که این یک شعار سلفی گرایانه است. در سال 1987 میلادی ذاکر نایک با احمد دیدات آشنا شد و تحت تأثیر سخنرانی‌های وی قرار گرفت. احمد دیدات یک سخنران مذهبی از شمال آفریقا بود که با روش تقابلی میان اسلام و مسیحیت اسلام را تبلیغ می‌کرد. ذاکر نایک تنها 4 سال را با مطالعه قرآن و سنت اختصاص داد و در سال 1991 بنیاد تحقیقات اسلامی را در بمبئی تأسیس کرد و مأموریت تبلیغی خود را آغاز کرد. پس از یک انفجاری در بنگلادش در سال 2016 میلادی که درباره یک از عاملان آن گفته می شود تحت تأثیر ذاکر نایک بوده، دولت هند تابعیت وی را سلب کرد. وی مدت در عربستان سعودی ماند اما خیلی زود به مالزی نقل مکان کرد. در حال حاضر در مالزی زندگی می کند. دولت هند چندی پیش برای محاکمه خواستار استرداد وی شده، اما مهاتیر محمد رئیس جمهوری سابق مالزی آن را رد کرد. همسر ذاکر نایک فرحت ذاکر و پسر وی فاروق ذاکر نیز در زمینه تبلیغ دین فعال هستند. ذاکر نایک با حاضر جوابی و تسلط به زبان انگلیسی در عرصه تبلیغ معروف شد. وی در فن مناظره قوی است و شواهد بسیاری را با سرعت تمام و پشت سر هم برای استدلال بر مدعای خود ارائه می‌دهد. نایک سخنرانی و بحث‌های زیادی در سراسر جهان انجام داده است و سبک سخنرانی او نیز بیان گسترده ظاهر آیات و روایات بدون تحلیل و یافتن عمق مطلب است و از آنجا که مردم عادی نیز بیشتر سطحی نگر هستند و در اطلاعات اسلامی و دینی سطحی نگرتر، لذا میتوان گفت سبک وی مطابق مذاق و فهم عادی و خلاصه عامه پسند است. نایک حافظه قوی دارد، از این رو پشت سر هم آیات و روایات فراوان ذکر می کند و آن را ترجمه می کند و مدام پشت سر هم منابع ذکر می کند و این سبک وی حاضرین را سخت تحت تأثیر قرار داده و مردم عادی را شفته خود می کند. لذا وی در محافل اسلامی با گرایش سلفی از جمله محبوب ترین شخصیت محسوب می شود. اما علیرغم این هم محبوبیت ها در میان عامه مردم در میان فرهیختگان جایگاه خوبی ندارد و این نه صرفاً به خاطر اینکه سخنرانی های او از عمق لازم برخوردار نیست و فاقد منطق و مباحث عقلی و عاری از تجزیه و تحلیل است، بلکه بیشتر به خاطر اینکه مشحون از فریب دادن و گمراه کردن عامه مردم مخصوصاً در ارجاعات و ذکر منابع می باشد. زیرا وی خوب دریافته است که کسی ارجاعات و منابع ذکر شده وی را چک نخواهد کرد، بلکه قدرت این کار را هم ندارند. از این رو بی محابا و بدون هیچ دغدغه و ظاهراً با اعتماد به نفس کامل ارجاعات دروغ و منابع غیر واقعی را فراوان ذکر می کند. البته وی دروغگوی ماهری است، به خاطر همین هم منابع ذکر شده وی 100% دروغ هم نیست، بلکه ارجاعات واقعی هم به چشم می خورد. بسیاری از دانشمندان هندو، بودا، جین، سیک، مسیحی و غیره پرده از این فریب برداشته و دروغ بودن ارجاعات وی را آشکار کرده است. نایک هیچگاه در میان فرهیختگان محبوبیت نداشته و در میان سایر ادیان نیز نه تنها محبوبیت نداشته بلکه شخصیت منفور بوده است. نایک تا زمانی که خود را فقط مسلمان معرفی می کرد و از فرقه خاصی حمایت نمی کرد محبوبیتش در میان عامه مردم زیاد بود، اما زمانی که ارتباط وی با عربستان و سلفی و وهابی بودن وی آشکار شد از محبوبیت وی کاسته شد. کم کم نایک به صورت آشکار مروج عقاید و دیدگاه‌های افراطی سلفی و وهابیت شد و ضمن ترویج دیدگاه‌های افراطی وهابیت و دیگر ادیان و مذاهب صریحاً زبان انتقاد گشود.
وی در شهرها و کشورهای مختلف سخنرانی‌های جنجالی زیادی انجام داد، به طوری که امروز وی به عنوان سخنران نفرت طلب یاد می‌گردد. وی هر از چندگاهی به خاطر اظهارات جنجالیش سوژه رسانه‌ها می‌گردد و سیل مخالفت‌ها و حمایت‌ها از وی باعث می‌گردد وجه مسلمانان بیش از پیش تخریب گردد و دیگر اقوام و ادیان و مذاهب موجود در هند از این وضعیت و اختلاف بین مسلمانان با دید تمسخر می‌نگرند و حتی گاهی در تخریب و تضعیف مسلمانان سوء استفاده کنند. وی از طالبان و النصره و داعش حمایت می‌کند. حملات تروریستی آنان را سرزنش نمی‌کند بلکه توجیه هم می‌کند. دیگر ادیان و مذاهب را تحقیر می‌کند و به مقدسات آنان صریحاً توهین می‌کند و تمام این اظهارات جنجال برانگیز را در رسانه‌های عمومی و شبکه تلویزیونی خود انجام می‌دهد. یک از اظهارات جنجالی نایک که تا مدت‌ها سوژه رسانه‌ها شد این بود که وی ضمن بیان دیدگاه افراطی وهابیت در حرمت توسل و شرک بودن آن حتی به ساحت مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صریحاً توهین نمود که منجر به واکنش شدید مسلمانان شد و حتی دارالعلوم دیوبندی که در میان سایر مکاتب اسلامی موجود در هند بیش از همه با وهابیت نزدیک است، طی فتوای مردم را از شنیدن سخنرانی‌های وی برحذر داشت. در آن فتوا آمده است لزومی به تقلید از ایشان نیست و علمش عمیق نمی باشد، لذا فاقد اعتبار است و مسلمانان نباید سخن وی را گوش کنند. یکی دیگر از اظهارات جنجال برانگیز وی که باعث منفور شدن شخصیت وی در تمام ادیان و مذاهب مخصوصاً در بین شیعیان گردید، بیانی بود که در آن از یزید پلید در مقابل امام حسین علیه السلام حمایت کرده بود و این بیان در سرزمین هند که حتی غیر مسلمانان آنجا از هندو، بودا، سیک و غیره به امام حسین علیه السلام عاشقانه عشق می‌ورزند به هیچ وجه قابل قبول نبود.